به نام خداوند بخشاینده و مهربان. امیدوار هستم جور صحت سلامت و سر حال باشین. بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار داریم با یک موضوع جدید، با یک مضمون جدید، با یک عنوان جدید. امیدوار هستم که آماده یادگیری یک مضمون جدید، یک مضمون دلچسب باشین که او است مضمون ما بسم الله الرحمن الرحیم متماتیکس یا ریاضیات است. خب ما ریاضی از کلمه ریاضیات گرفته شده است که به معنی کوشش و زحمت کشیدن است. خب کل ریاضی از کلمه چی گرفته شده؟ از کلمه ریاضیات گرفته شده. خب که به معنی کوشش و زحمت کشیدن میشه، یا یعنی از کلمه متماتا گرفته شده یا از کلمه متماتا گرفته شده که به معنای جمناستیک می باشه. خب جمناستیک به معنی چی است؟ جمناستیک به معنی است که یونانی های قدیم فکر میکردن که اینما قسمی که جمناستیک باعث ازی میشه که عضله رشد کنه و در این فکر بودن که ریاضی هم همون قسم باعث رشد تفکر یا هم مغز انسان میشه. خب با ریاضی زبان علمی قوانین طبیعت است. خب زبان قوانین علمی طبیعت است. ببخشید اگه اشتباهی زبان قوانین علم طبیعت است. خب ایره کی گفته بود؟ ایره گالیله گفته بود، دانشمند معروف قرن 17 ایره گفته بود. زبان چی است؟ زبان قوانین علم طبیعت. خب باز ریاضی با 4 بخش اساسی تقسیم میشه: حساب، الجبر، هندسه و مثلثات، که ما اول از حساب شروع میکنیم و پیش میریم که حساب به خاطر یاد میگیریم که الجبر خوانده بتونیم، الجبر به خاطر یاد میگیریم که هندسه و مثلثات با خوانده بتونیم. تا که حساب یاد نگیریم الجبر خواندن نمیتونیم. خب اول ما آمدیم از حساب اول شروع میکنیم ان شاء الله بعد پیش میریم. خب ریاضی گفتیم از کلمه چی گرفته؟ از کلمه ریاضیات گرفته شده که به معنی چی است؟ زحمت و کوشش است. زحمت و کوشش در ریاضی تعریف. خلاص باز از کلمه متماتا گرفته شده که به معنی چی است؟ جمناستیک هم گفتیم که رشدی چی است؟ تفکر. خب باز گفتیم در اصطلاح اگر بگوییم تعریفه زبان قوانین طبیعت است. گفتیم زبان قوانین علمی طبیعت یا زبان قوانین طبیعت. ایره گالیله گفته بود، دانشمند معروف قرن 17. خب ریاضیات با 4 بخش تقسیم شده. اساسیش است البته به بخش زیاد است. خب 4 بخش کتابای مکتب هم به 4 بخش تقسیم شده. ریاضیات که از با 4 بخش تقسیم شده: حساب، الجبر، هندسه و مثلثات. خب خلاص درس ما خداحافظی کنیم؟ نه، یک بخش درس دیگه ما مونده: اریتماتیک یا حساب. حساب از کلمه اریتماتیک گرفته شده. همه است؟ نه، زیاد است شاگردا میگه حساب از کلمه اریتماتیک گرفته شده. این غلط است. خب اریتماتیک کی است؟ چی است؟ اریتماتیک نام حساب است به انگلیسی است. خب از چی گرفته خیر؟ از اریتماتیک گرفته که نشده حساب. حساب از کلمه اریتموس گرفته شده. اریتموس. خب کلمه اریتموس کجایی است؟ کلمه اریتموس یونانی است. خب کلمه یونانی است. خب چرا گرفته شده؟ به خاطر که به معنی چی است؟ عدد است. به معنی عدد است گرفته شده. خب و یا به معنی شمردن میشه. در اصطلاح ریاضی که است به معنای شمردن میباشه. هر آن چیزی که تعریف‌های طولانی که نوشته کردن در کتاب‌ها کلش مختصر به اینمی به معنی شمردن است. اگر بخوایم بسیار یک تعریف خوب و مقبول و کوتاه درش بگوییم، علم حساب علم اعداد است. بس اینم قدر تمام شد. خب توسط علم حساب ما چی کارا کرده میتونیم؟ شمارش میکنیم، پیمایش میکنیم. چه قسم شمارش پیمایش میکنیم؟ خب ما پیشتر مثال دادم براتون. مثلا 5 تا قلم برمیدار شمارش کردیم. 15 نفر امروز در مکتب غیر حاضر بود. 4 تا همصنفی ما امروز در صنف نبود. یا هم اما قسم زیاد چیزا رو میدونیم. ما امروز 4 تا نان خریدم مثلا. هر آن چیز شمارش پیمایش از حساب کار میگیریم در زندگی روزمره خود. خب تمام مقادیر را با وسیله اعداد اندازه‌گیری میکنیم. هر چیز رو توسط اعداد اندازه‌گیری میکنیم. چه قسم اندازه‌گیری میکنیم؟ مثلا 5 کتاب. خب
معلم حساب هم میتونیم چی بگیم؟ کمیت است. حساب کمیت هم است. چه قسم؟ 5 کتاب چی است؟ 5 تا چی است؟ عدد است. 5 عدد است. یعنی کتاب چی است؟ کمیت است. خب کمیت است حساب. کمیت است بله. حساب علم اعداد است بله. 5 تا کتاب، 5 تا کتابچه، 15 تا گوسفند. ما منطقه ما 15 تا گوسفند به خاطر چی؟ به خاطر قربانی خریده بود. خب ما یک تا تخت تباک امروز خریدیم. ما یک تخته امروز خریدیم. هر چیزی که در از ما را گپ میزنیم در موردش اگر عددی باشه کلا میگه به چی؟ همش مربوط است به حساب یا اریتمیوس است. کلش به اریتمیوس یا به اریتماتیک و حساب چی است؟ تعلق داره. خب گفتم پیشتر که براتون کتاب میخری، کتابچه میخری، قلم میخری، بوره میخری، هر آن چیزی ضرورت که میخری یا میخوای یا گپ میزنی دربارش از ریاضی گپ میزنی. خب ما حساب هم ریاضی یک مضمون بسیار مهم است در همه جا، در مکاتب، در همه جا، در کنکور تا. خب انشالله که بیاییم دست به دست هم داده با این مضمونی که مردمی که بسیار سخت است در صورت که بسیار مضمون دلچسب و آسان است را به پیش ببریم. امیدوار هستم جور، صحت، سلامت و موفق باشین. ایام به کامتان. خدا یار و مدد